چرا طلا هنوز قدرت مطلق سرمایه گذاریه؟ سوال ساده ایه، اما جوابش دنیای پیچیدگی داره. چرا هنوز بعد از هزاران سال طلا پادشاه بیچون و چرای ارزش است؟ چرا نقره همیشه زیر سایه طلاست؟ اگه بخوایم یه جواب به این سوالا بدیم، باید به تاریخ، اقتصاد و روان انسان‌ها سر بزنیم. طلا نه مصرف میشه نه از بین میره. هرچی از دل زمین بیرون بیاد برای همیشه میمونه. برخلاف نفت و گندم که میسوزن یا خورده میشن، طلا به جواهر، شمش یا اثر هنری تبدیل میشه و در گاو صندوق‌ها جاودانه میمونه. شاید همین موندگاریه که طلا رو خاص‌تر از هر فلز دیگه کرده. اینطوری باید بگم که تاریخ برای طلا جنگیده. فرهنگ‌ها، تمدن‌ها، حتی انقلاب‌ها به خاطر این طلا شروع شده. توی دوره‌های تورمی وقتی بازار بی‌ثباته و اعتماد مردم به پول ملی کم میشه، طلا میدرخشه و پناهگاه امن سرمایه‌گذاری میشه. احتمالاً وضعیت فعلی ما هم چیزی شبیه به همین جمله باشه. اما چطور میشه روی طلا سرمایه گذاری کرد؟ میتونه به صورت فیزیکی شمش یا سکه باشه و یا اینکه یه زیوری باشه که هم به عنوان سرمایه گذاری باشه و هم میتونین شما لذتشو ببرین. در نهایت اینکه طلا فقط یک فلز نیست، یک استراتژی مالیه، یک پناهگاه ذهنی توی یک دنیای پر از نوسانات برای کسایی که دنبال حفظ ارزش پولشون، تنوع سبد سرمایه گذاریشون و آرامش ذهنشونه.